ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». Китоби дуюм, гуфтори сиюм. Система взглядов Аристотеля исходит из теории географического детерминизма. В понимании античного мыслителя народы, живущие к северу от Греции, обладают природным мужеством, но недостаточно разумны и не склонны к искусству. Поэтому они живут свободно, но не могут властвовать над другими. Жители Азии, напротив, склонны к искусствам, но лишены смелости, а потому ведут арабский образ жизни. Эллины же, занимая среднее положение, обладают и тем, и другим, поэтому могли бы властвовать над всеми, если бы были едины. В другом труде о счастье или доблести Александра античный биограф приводит совет Аристотеля в отношении народов Азии. Обращаться с эллинами как вождь, а с варварами как деспот, о первых заботиться как о друзьях и близких, а тех использовать как животных или растения. محض همین غایه‌های بزرگ الینی و لشکرکشی و ضبطکاری‌های پی در پی شاهنشاهان هخامنشی به یونان قدیم بارها دولت‌های خرد و بزرگی این سرزمین افین، سپارتا، فیو و کارینف علیه فارس‌ها متحد ساخته مقابلیت و محاربه‌های شدیدی مسلحانه را پدید آورد. بعد پرقوت شدن مقدونیه، فیلیپ دو سیاست متحد سازی دولت‌های جداگانه یونان را پیش گرفته پس از محاربه خیرنیه سال 338 پیش از میلاد به صلح میان دولت‌های یونان زمین موفق شد که آن در تاریخ چون اتفاق دولت‌های الینی شهرت یافته است. برای رعایت سازشنامه و حل مشکلات پیش آمده به طور منتظم در کارینف جمع آمدی سینیدریان شورای مخصوص دایر می گردید که این شورا شاه مقدونیه فیلیپ دو را گیگیمان و سرفرمانده قشنهای متحده دولت‌های الینی تعیین کرده بود. ناگفته نماند که اسکندر مقدونی در محاربه خیرنیه در سن 18 سالگی قشنهای سواره فلنگ راست را سروری نموده سربازان سواره فیونی را به عقب نشینی وادار نمود و استعداد لشکرکشی خود را نمایش داد. بعد مرگ ناگهانی فیلیپ دو که بر اثر سوء قصد روی داده بود، اسکندر به تخت مقدونیه نشسته با بهانه ستاندن قصاص پدر اول به مقابل دشمنان داخلی و سپس رقیبان خارجی خود مبارزه آشتی ناپذیر برد و چندی نگذشته موقع خود را هم در مقدونیه و هم در سراسر یونان استوار نمود. اسیان‌های ضد مقدونی که سال 335 تا میلاد در بعضی شهرهای یونان و مضافات‌های آن سر زده بود، اسکندر مقدونی را وادار نمود که فوراً لشکر کشیده اسیانگران را سرکوب سازد و به جای پدر همچون گیگیمان و سرفرمانده قشنهای متحده الینی اعتراف کرد. کوشش‌های دارای سه برای استوار نمودن مقام خود در آسیای خرد و ساحل‌های بحر میانه زمین
همچنین از جهت مالیوی دستگیری کردن شهر و مضافات‌های آشوب کرده بر ضد مقدونیان چندان برار نگرفت و عاقبت هجوم اسکندر مقدونی را به امپریای پهناوری هخامنشی ها سال 334 پیش از میلاد به بار آورد. اسکندر مقدونی همگی 20 ساله بود که به تخت شاهنشاهی نشست و عزم جهانگیری نمود. لشکر او اصلاً از دو قسم اساسی مقدونی ها و یونانی های عضو اتحاد کارینف گرد آمده بود. او به واسطه گلسپونت در دنیل حاضره به آسیای خرد گذشته با 5000 قشون سواره، 30,000 قشون پیاده و تریت‌های وزن نیراق و جنگاوران زود عمل کننده سبوک سلاح در محاربه نزد دریای گرانیکا ماهیمه سال 334 پیش از میلاد ارمیه سرشماری هخامنشی را تارمار کرد و شهرهای یونانی آسیای خرد را آزاد نمود. با قشون اسکندر مقدونی سرلشکرانی با استعداد پرمینیان، انتیپاتر، فیلاتا، پتولمی لک، پردیکا و دیگران سروری می کردند. قطع نظر از 3 برابر افزون بودن قشون هخامنشیان، اسکندر مقدونی دارای 3 را در نزدیکی اسه تیر ماه سال 333 پیش از میلاد سخت شکست داد و او را به فرار وادار نمود. سپس اسکندر مقاومت فینیکیه را برطرف نموده بندرهای شرقی بحر میان زمین را اشغال کرد. زمستان سال 332 پیش از میلاد دروازه های مصر برویش گشاده گردید و کاهنان والا مرتبه او را چون فرزند خدا امان پذیرایی و ارجگذاری نمودند. از روی اخباری واقعه نگاران و مورخان عهد عتیقه اریان، کوین، کورتسی روف، دیادار و دیگران، اسکندر مقدونی بعد غلبه در محاربه گوگمیل 1 اکتبر سال 331 پیش از میلاد با تنتنه اعلان کرد که حکمرانی شاهنشاه دارای کدومان در قلمرو پارس خاتمه یافت. واقعاً لشکری از غلبه ها روح بلند گردیده اسکندر قریب به یگان مقاومت سوی شهر آوازدار بابل روانه گردید و روحانیان با نفوذ و اشرافزاده های بابلی دروازه های این شهر دارای استحکامی پرقوت را بسا آسان برویش گشادند. تاریخ بشر بعضاً تکرارهای حیرت انگیز و مانندی های عجیبی حادثه ها را ایجاد می کند. کوروش کبیر هنگام لشکرکشی و کشورکشایی ها به سوی بابلی آوازدار و مغلوب ناپذیر از دیوارهای استوار و استحکام حربی معجزه آسای این شهر بسا اندیشه داشت. موافق معلومات گیردات، شهری مربع اساس را دیواری بزرگ احاطه می کرد که دورادوری آن 480 استادی تقریباً 80 کیلومتر می آمد. دیوارهای محتشم بابل 50 آرینج پهنایی و 200 آرینج بلندی داشتند و از بالای این دیوارهای پهن و با مناره‌های دیدبانی احاطه شده 2 عرابه 4 اسبه به ملال رفت و آمی کرد. در دورادور شهر 100 دروازه قفس میسین استوار بود که آنها را با ضرب 10 منجنیق رخنه زدن امکان نداشت. ولی این دیوارهای استوار و دروازه های بزرگی رخنه ناپذیر در نزد عزم و اراده کشورکشایی های کوروش کبیر و مکر سرلشکری او گابریه دیر نپایید. در حالی که والتسر پسر شاه بابل نبانید
از استواری دیوارهای شهر خاطر جمعانه مشغول عیش و عشرت و مینوشی بود، دروازه های بابل را جاسوسانی زرخرید به قول کاهنان عبادتخانه اسگیل بروی لشکری کروش کشادند. در طول چند ساعت سراسری شهر و قصری با شکوه شاهنشاه ضبط گردید و حامی شهر والتسری سرخوش را بسا آسان غفلتگیر نمودند. روحانیان مکار آنگونه‌ای که کروشی کبیر را با عزت و اکرامی تمام استقبال نموده او را چون پسری خدای عالی تباری بابلیان مردوک بسرش تاج شاهنشاهی بابل را نهادند، بعد گذشتن 2 عصر عیناً با همین منوال اسکندر مقدونی را نیز در معبد آوازداری اشتر چون پسری مردوک ارجگذاری نموده بسرش تاج میراثی شاهنشاهی هخامنشی را گذاشتند و او را شاهنشاهی بابل و 4 سمت عالم نامیدند. و اسکندر مثل کروشی کبیر شهر آوازداری بابل را پایتخت دولت خود اعلان کرده، در آغوش فرح افزای باغی معلق چندین ماه فراغت نمود و خستگی دور و درازی جنگ و لشکرکشی ها را برآورد. سپس اسکندر شهرهای کهن بنیادی شوش، استخر و پایتخت آوازداری پارسها پرسپولیس را ضبط نموده بلانه شاهنشاهان پارس وارد گشت. قصرها و عبادتخانه ها را به خاک یکسان نمود. چندین کتاب های مقدس زردشتیان از جمله اوستا را سوزانید و بسیار روحانیان را گرفتاری تعقیبات و نابود شوی کرد. جنگاوران غنیمتی بیشماری به دست آوردند و لشکر اسکندر در پرسپولیس 4 ماه دم گرفت. جاسوسان خبر دادند که دارای کدومان بعد شکست در محاربه گوگمیل و پایتخت سابقه مادها شهر اکبتان همدان فرار کرده است. اسکندر به لشکرش عطریت‌های نو را همراه نموده صفهای آن را پره نمود و با فرارسی بهار سال 330 پیش از میلاد سوی اکبتان شتافت. به قول مورخ و واقعه نگاری دربار کلیترخ لشکری سواره در طول 15 روز 6000 استادی راه را پیموده با همان سرعت تعجیلی شهر را اشغال کردند. آخرین خزینه های دارای کدومان به دست اسکندر افتاد و او سوی گرگان فرار نمود. جنگاوران به 3 تقسیم شده توسط 3 راه سوی گرگان شتافتند. دیروز تنگنای دروازه گرگان را پسی سر گذاشتیم. در پیش شهری راگ رای است که در آنجا دارای کدومان نهان شده است. اکنون او از ما رهایی ندارد. ولی به بخت این واقعه نگاری هنگامجوی دارای کدومان گرفتاری قصاصی لشکری اجنبی نگشته با سپارش خویشاوند خود واری باختر بیس از جانب سرلشکر نبرزن و واری ارخازیه و درنگیان برزینت کشته گردید. دیری نگذشته به اسکندر مقدونی خبر رسید که جسد آغشته به خاک و خون دارایسی در گوشه خوابیده است. اسکندر به بالای جسد حاضر شده از سرباز کی بودنی مرحوم را پرسید. سرباز پاسخ داد که تا آمدن اسکندر مقدونی او را خداوندی تمام خلقها و کشورهای عالم از طلوع تا غروب آفتاب شاهنشاه دارای کدومان می نامیدند. موافق اخبار تاریخ طبری ابو علی بلعمی منظره مرگ دارای 3 دیگر خیلتر تصویر شده است.
و این دارا مردی بود ستمکاره و خلق او را دشمن گرفته بودند. همه سپاه بر وی آزرده بودند. از بیدادی ها که کرده بود، از کبر و جباری که داشت. اسکندر با حاجبان خیش بیامد به نزدیکی دارا و او را بدید بر زمین به خاک اندر همی گشت و خون از وی همی رفت. و سری دارا بر کنار نهاد و خاک از رویش پاک کرد و او را ملیک خواند و گفت: یا ملیک، نخواستمی که تو را چنین دیدمی. الحمدلله که نه از من آمد بر تو و از کسهای تو آمد بر تو. اکنون هر حاجتی که داری بخواه و بفرمایی. دارا چشم باز کرد و گفت: مرا به تو 3 حاجت است. یکی خونی من نگذاری که باطل شود، و دیگر دختری مرا روشنک بزنی کنی، و 3 دیگر مهترانی عجم نیکو داری و ایشان را بردن نکنی. اسکندر گفت: هر 3 حاجت روا کردم. و دارا بیمرد. و اسکندر او را به تابوت اندر کرد و دیگر روز به تخت دارا بنشست. و آن روشنک را بزنی کرد و علما و حکمای عجم را بیاورد و علمشان نبیشت و ترجمه کرد به زبان یونانی و به یونان فرستاد سوی اریستوتالیس. و هرچند بیتوانیست، از شهری پارس و بابل و عراق ویران کرد و حصارها بیفکند، همچنان که بخت و نصر کرده بود. و دیوانهای دارا همه بیسوخت. مراسم تاجگذاری اسکندر مقدونی را بعد سری دارایی 3 واقعه نگاران و تاریخ نویسان عهد قدیم چون یک گردش جدی در نظام دولتداری و کشورکشایی های این لشکرکشی توانا شمردند. او برابری رسم و آیین معمولی اشرافان یونانی، عنعنه های شاهنشاهان هخامنشی را پذیرفته، مقربان و سرلشکرانش را وادار نمود که بر رسم شرقیان در حضور او بزانو بزنند و حتی زمین ببوسند. این اقدام دسته سرلشکران و دوستان نزدیکش را که در روحیه ایلینی تربیه یافته از آغاز لشکرکشی ها پهلو به پهلو بودند و تفریقه در مقام و مرتبه نمی گذاشتند، در حالتی بسا ناگوار گذاشت. یک گروهی همصفان و دوستان او از جمله گفستیان، پتلمی، لگ، پردیکه امر او را ناچار پسندیده باشند، گروهی دیگر فیلات، کلیت، امینته از این کرداری اسکندر آزرده خاطر گشته خواستند به جان او سوی قصد نمایند. سوی قصد آشکار گشت و اسکندر مقدونی اول فیلات، سپس پدری او پرمینیان و دیرتر دیگر همصفانی برآشفته اش را محکوم قتل نمود. اسکندر مقدونی با این ظاهربازی های نظرفریبش میخواست عنصرهای بهترین تمدنی غرب و شرق را با هم آمیزش داده یک امپریای جهانی فراگیر آفرد که خلقهای سیرشماری گوناگون زبان و مختلف آیین را زیر نگین یک قلمرو متحد سازد. یک دولتی متمرکز و ایدئالی بنیاد نماید که ساکنی یونان زمین خود را در بلاد پارس و ساکنی پارس خود را در مقدونیه بیگانه نپندارد. به همین خاطر او رسم و آیین فارس ها و دیگر خلقیت های آسیا را پذیرفت، عزم جهانگیری و کشورکشایی ها نمود. ناگفته نماند که این غایه
پرورده و آفریده نخست شاهان هخامنشی بوده، از عهد کوروش کبیر و دارایی یکسر کرده در میان جهانگیران و بنیادگذاران ایمپیریه های بزرگ پیروان و حامیان زیاد پیدا کرده است. خلق تاجیک و نیاگان آریایی او بعد ایمپیریه جهانی اسکندری مقدونی باز در عهد خلافت عرب و استیلای مغول به این هنگامه بزرگ دولتی اجنبیان گرفتار شده هویت ملی و آریت اجدادی خود را از دست ندادند. در دوران شوروی نیز برای بنیادی چنین ایمپیریه ابرقدرتی که غالباً با یک زبان عمومی حرف زده مرام و مقصدی مشترک داشته باشند کوشش‌های زیاد به خرج داده می شد. گذشته از این، مقام و مرتبه یک ملت را با راه صنعی بلند برداشته به دستاوردهای تاریخی و فرهنگی و میراث مدنی ملت‌های دیگر خردگیرانه مناسبت کردن به حکم عنعنه در آمده بود. عادتاً این عملها به خاطر آفریدن خلقیت یک مرام و یک زبان دارای مفکوره از ریشه های تاریخی کنده و از ملت و عنصرهای ملی بیگانه پیاده می گردید. خلاص عزم جهانگیری و بنیاد ایمپیریه یگانه جهانی در نهاد اسکندری مقدونی آنقدر قوی بود که حتی بعد تاج شاهنشاهی دارای سی را به سر نهادن و به تخت اجدادی هخامنشیان صاحب شدن او به لشکرکشی و کشورکشایی هایش انتها نبخشید. اکنون در سری راهی او باختری هزار شهر و سوختی زیبا منظر با بایگری های بی انتهایش دامن افراخته بود. اسکندری مقدونی سرگرمی غلبه ها بلندی های آسمانگیری هندوکش را پیموده به پهناهای باختر و سوخت می نگریست و گمان می کرد که مطیع کردن این کشورها نیز چون دیگر ولایت های قلمروی هخامنشی برایش مشکلی ندارد و چندی نگذشته آرزوی دیرینش سازمان دادن ایمپیریه یگانه جهانی جامعه عمل می پوشد. ولی او سخت اشتباه کرده بود. اسکندر از آغاز لشکرکشی به مرزهای باختر و سوخت برخلاف انتظاریش به مقاومت شدید مردم این سرزمین دچار آمده در تسخیر این دو ولایت نظر به تمام ولایت‌های ضبط کرده قلمروی هخامنشی رنج و زحمتی زیادی کشید. گرچند والی سابقی باختر بیس خود را به جای دارای سی شاهنشاه اعلام کرده لقب خشیار شاه را گرفته باشد هم بر ضد اسکندری مقدونی یگان مقاومت جدی کرده نتوانست. به موافق معلومات مورخان یونانی هنگامی که لشکری سیرشماری اسکندر دریای آمو را در فاصله 400 استادی تقریباً 70 کیلومتر با تلفات زیاد و عذاب و مشقت عبور می کردند از جانب بیس یگان مقابلیت ندیدند. حالان که بیس در اختیارش 7000 جنگاوری سواره باختری و هزارها سربازان باقی مانده لشکری دارای سی و قبیله های دایی را داشت. شاید برای چنین ترسویی و درست تشکیل کردن نتوانستن مقاومت اعتباری او کاهید و دیری نگذشته همسفانش بیس را دستگیر نموده و اسکندر سپردند و از همان لحظه سر کرده مبارزه های شدید قهرمان خلق تاجیک سپیتمین بهر آزادی و استقلال کشور بالا گرفت.
مبارزه سپیتمین برای استقلال و آزادی یکی از درخشان ترین صحیفه های تاریخ گذشته تاجیکان به شمار می رود. تا جایی که علم تاریخ دست داده است، تلاش های واقعی استقلال خواهی و وطن پرستی با شعورانه تاجیکان از دوره استیلای اسکندری مقدونی چون یک روندی متشکلانه سیاسی و اجتماعی آغاز یافته در تاریخ نامه های واقع نگاران عهد اسکندر و دوره های من بعده خیلی روشن ثبت شده است. دهها مورخان عهد قدیم، اریان، کوینت، کورتسی روف، دیادور، پامپی تراگ، کالیسفین و دیگران سپیتمین را چون رقیبی توانای اسکندری مقدونی و لشکرکشی زیرک و با هنر به قلم داده صفتهای نجیبی وطن دوستی و افضلیت او را از آخرین شاهان هخامنشی ذکر نمودند. Судя по пересказу Ариана, внутри антимакедонского лагеря велась борьба. Основная масса сгруппировалась вокруг Спитамена, но какая-то группа, впрочем, видимо, незначительная, осталась с бесом. Позиция Спитамена и его соратников не оставалась неизменной. Они не пожелали явиться к Александру, и, следовательно, все эти события отнюдь не были вызваны их мнимым желанием заслужить милость Александра. Возможно, что сложившаяся ситуация в какой-то степени напоминала низложение Дария III. Бес, как в свое время Дарий, уже не являлся той фигурой, которая могла бы возглавить антимакедонское движение. Слабость его позиции в этот момент усугублялась еще и тем обстоятельством, что среди населения Согда он, перс и ахеменид, не мог рассчитывать на такую широкую поддержку, как сагдиец Спитамен, а ядро его бывшей сатрапии Бактрии было оккупировано греко-македонскими войсками. К тому же в неудачах предыдущего этапа борьбы он потерял личный авторитет и не мог уже возглавить антимакедонское движение. Однако уступать свое руководящее положение он не хотел, и Спитамен со своими соратниками вынужден был пойти, видимо, не без колебания, на это намекает Ариан, на его устранение. Взятый в плен Бес был подвергнут бичеванию, а затем отправлен в Бактры. غلبه های بزرگ عادتاً از پی خطرهای بزرگ به دست می آید. سپیتمین با دشمنی بسا توانای و مکار، لشکرکشی بی همتا و شکست ناپذیر اسکندری مقدونی تحت فرماندهی سرلشکران فارس بارها جنگیده شاهد شکستی شرمنده‌بار آنها گردیده باشد هم این قضیه مانع مبارزه های شدید او بهر استقلال علیه لشکری سیرشمار یونان و مقدونی شده نتوانست. موافق خبری کوینت کورتسی روف 7000 جنگاوری سواره باختری و سغدی تحت فرماندهی سپیتمین قرار داشتند که در قیاس لشکری جنگ آزموده پیاده و سواره و وزن یراق اسکندر قریب 30 برابر کم بود. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори сеюмро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хуҷамқул, коргардон шералии навзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.